قراره یک راز بزرگ در برنامه عشق ابدی رو با شما در میون بذارم که ممکنه همه چیزو تغییر بده. آیا واقعاً این برنامه واقعیت داره یا همه چیزش نمایشیه؟ امروز میخوایم به یک شواهد جنجالی بپردازیم که میتونه کل داستانو زیر و رو کنه. عشق ابدی یک برنامه واقع نماست که در اون شرکت کننده ها برای پیدا کردن عشق واقعی با هم رقابت میکنن. اما بیاین یک نگاهی به تاریخچه برنامه‌های بلایند دیت و اکس دیت بندازیم. این برنامه‌ها تو این چند وقت اخیر خیلی محبوب بودن، اما به تازگی متوجه شدیم که بسیاری از اونها فیک بودن و با سناریوهای از پیش تعیین شده ساخته شده بودند. این موضوع باعث شد که بینندگان نسبت به این نوع محتوا بی‌اعتماد بشن. حالا بیایم به عشق ابدی برگردیم. نگار یکی از شرکت کننده های جذاب این برنامه که به تازگی بعد از شروع این برنامه کامنت های عکس های اخیر خودش رو تو اینستاگرام بسته. اما اینجا یک نکته جالبی وجود داره. زیر یکی از عکس های پایینتر پیج اینستاگرامش که گویا نگار یادش رفته بوده کامنتشو ببنده، کامنتی رو میبینیم از پسری به نام فرشاد که به تازگی در قسمت 4 به شرکت کننده های دیگه عشق ابدی ملحق میشه و وارد برنامه میشه و توی برنامه قراره که با نگار بیشتر آشنا بشه و نشون میدن که از همدیگه داره خوششون میاد. اما این کامنت که مربوط به 6 ماه پیشه خیلی چیزا رو میتونه تغییر بده. اگه نگار و فرشاد از قبل همدیگر رو میشناختن، آیا این نشون نمیده که تمام این روابط و داستانها ممکنه که یک سناریوی از پیش تعیین شده باشه؟ آیا این برنامه فقط یک نمایشه؟ به یاد دارین که چقدر با برنامه‌های بلایند دیت و اکس دیت ارتباط برقرار کردیم. همونطور که متوجه شدیم اکثر اونها فقط برای جلب توجه و سرمایه گذاری ما طراحی شده بودند. این واقعیت که با احساسات و شعور ما بازی کردن حس خیلی بدی رو تو دل بسیاری از ماها ایجاد کرد. الان که عشق ابدی به شدت ترند شده، این سوال پیش میاد که آیا اینم یکی از همون برنامه‌های فیکی که ما بار دیگه در دام اون افتادیم و آیا این بار هم باید احساس کنیم که بازیچه‌ای در دست تهیه کنندگان هستیم؟ این وضعیت نه تنها بر روی عشق ابدی تأثیر میذاره، بلکه میتونه بر روی تمام برنامه‌های واقع نما هم تأثیر بذاره. آیا تماشاگران باید به این نوع محتوا اعتماد کنن؟ آیا ما به عنوان بیننده باید به دنبال حقیقت باشیم یا فقط باید سرمایه گذاری بشیم؟ به علاوه ما همچنین یک نگاهی به تاریخچه کامنت فرشاد میندازیم. این کامنت 27 هفته قبل از پخش برنامه عشق ابدی در زیر عکس نگار گذاشته شده، یعنی حدود 6 ماه و نیم پیش. این برنامه در هفته دوم اردیبهشت سال 1404 شروع به پخش شده و ضبط این برنامه در ایام عید صورت گرفته. یعنی این کامنت مربوط به اوایل پاییز میشه و چند ماه قبل از شروع ضبط این برنامه. چه چیزی ممکنه در اون زمان بین این دو نفر وجود داشته باشه؟ آیا فرشاد به نگار علاقه‌مند بود قبل از اینکه به برنامه بیاد؟ این سوالات فقط یه بخشی از معماهای بزرگتر هستن. اکنون که ما با تجربه‌های تلخی از برنامه‌های قبلی مواجه شدیم، آیا این بار هم باید به دام بیفتیم؟ حتی سوتی‌های دیگه‌ای هم از شناختن بعضی‌های دیگه‌شون توی برنامه مطرح شده که توی ویدیوهای بعدیمون همه رو براتون مشخص می‌کنیم. توی برنامه عشق ابدی فقط کسایی که لو دادن که از قبل همدیگر رو میشناختن علی و ماهرخ بودن و به نظر میرسه که فرشاد و نگار نخواستن بگن که از قبل همدیگر رو میشناختن و همیشه بازیگر نقش غافل شدن رو بازی میکردن. حالا اگه این شناخت قبل از برنامه ثابت بشه، یعنی تمام احساسات و تعاملاتی که در طول برنامه نشون دادن ساختگی بوده، آیا ما تماشاگران ساده‌ای هستیم که داریم به صورت رایگان برای این برنامه سرمایه میذاریم، لایک میکنیم، کامنت میذاریم و دربارش حرف میزنیم؟ یا واقعا لازمه یه بار واسه همیشه بیستیم و بپرسیم چه چیزی واقعیه و چه چیزی نمایشیه؟ این موضوع تنها درباره یک کامنت یا یک عکس نیست. اینا رد پاهایی هستن که در دنیای دیجیتال جا موندن و میتونن حقیقت پشت سینه رو فاش کنن. ما در دوران زندگی میکنیم که تفکیک بین واقعیت و فیک بودن خیلی سخت شده، اما باید حواسمون باشه که برای هیجان و تفریح احساساتمون رو قربانی سناریوهای ساختگی نکنیم. اگه نگار و فرشاد واقعا از قبل در ارتباط بودن، این میتونه کل اعتبار برنامه رو زیر سوال ببره.
شما چی فکر میکنید؟ آیا باید به این برنامه‌ها اعتماد کرد؟ آیا این راز فاش میشه؟ نظرتون حتما توی کامنت ها بگین و فراموش نکنید ما ته این ماجرا رو در میاریم. بمونید همراهمون، چون تا ویدیوهای بعدی مستندات جدید و شواهد بیشتری رو نشون میدیم که میتونه رازهای بیشتری رو فاش کنه. ما قصدمون تخریب یا قضاوت نیست، فقط میخوایم بدونیم چی واقعیه و چی ساختگیه. اگه تو هم مثل ما علاقه‌مندی به فاش شدن حقیقت، این کانال رو دنبال کن و یادت نره که هر لایک و کامنت تو میتونه مرور این ویدیو رو بیشتر کنه و به دیده شدن حقیقت کمک کنه. تا ویدیوهای بعدی با ما باش، با ذهنی باز و نگاهی تیزبین. اینجا جاییه که پرده ها میفته و واقعیت آشکار میشه. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی و یادت نره گاهی پشت یک لبخند عاشقانه یه سناریوی کاملا برنامه‌ریزی شده پنهان شده. ما تلاش میکنیم با استفاده از مستندات و شواهد یک تصویر واضح‌تر از پشت صحنه برنامه‌های واقع نما بهتون بدیم. به یاد بیار که هیچ چیز آنطور که دیده میشه نیست. همه چیز میتونه یک نمای ظاهری باشه پشت یک واقعیتی دیگه. اگه تو هم چیزی میدونی، یه سوتی دیدی یا مطلبی دستت رسیده، حتما به ما بگو. ما اینجا هستیم که صداها رو بولد کنیم. با هم میتونیم بفهمیم که کدوم برنامه‌ها واقعا ارزش دیدن دارن و کدوم ها فقط وقت کشی هستن با ظاهر فریبنده. به زودی با یک ویدیو دیگه میایم، جایی که شاید یه پشت پرده از عشق ابدی یا برنامه‌های مشابه رو بکشیم بیرون. تا اون وقت ذهنت رو باز نگه دار، سوال بپرس و همیشه در جستجوی حقیقت باش، چون واقعیت همیشه اون چیزی نیست که جلو چشمونه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.